سلام میکنم به شما بیننده های عزیز و خوب بانوان موفق. امیدوارم که همه شما ویکند خوبی رو پیش رو داشته باشین و بسیار بهتون خوش بگذره. این برنامه از طرف خانم گلناز منوچهرپور هومیوپاتی به شما تقدیم میشه و اما مهمان امروز برنامه ما خانم دکتر فاطمه لاهوتی مهمان برنامه امروز ما هستند که خانم دکتر لاهوتی در رشته میانجیگری یا مدییتر فعالیت دارند. خانم دکتر لاهوتی چهره آشنای شهر ما. خانم دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از اینکه یه فرصتی شده دوباره من کنار شما باشم. سلام میکنم به تمام بینندگان عزیز تلویزیون امید ایران و انشالله هر جا که هستید سلامت و خوش و سرحال باشید و سال 2014 هم براتون هیچی به غیر از سلامتی و خوشی نباشه. انشالله. ما آرزو داریم که مردم عزیز ما در هر کجا که هستن سال خوبی رو شروع کرده باشن پر از موفقیت. خانم دکتر لاهوتی خیلی ممنون که تشریف آوردی توی برنامه خودت. واقعا من خاطره های خیلی خوبی دارم از برنامه‌ای که قبلا با شما داشتم. دلم میخواد که برای مردم ما بگین که شما چه کار میکنین، چه کارایی رو به شما مراجعه میکنن و توی دادگاه بهتر هست که چه پرونده هایی به شما مراجعه بشه که مردم سریعتر به حق و حقوق قانونی خودشون برسن و شما چه کاری میتونید در چه زمینه های انجام بدین که پا به پای همدیگه پیش بریم تا چیزی رو که مردم عزیز ما میخوان از میانجیگری بدونن و آگاهی داشته باشن به اطلاعشون شما عزیز برسونین. بفرمایید. خواهش میدونید میانجیگری یک مرحله قانونی هستش که یک روشیه که خیلی شناخته شده هستش در امریکا. ایرانیای عزیز ما کم کم دارن با این روش آشنا میشن که میتونن هرگاه یه دعوای قانونی، هر نوع دعوای قانونی که دارن میتونن از طریق میانجیگری و یا میدییشن از کمک گرفتن از یک میدییتر مسئله رو حل بکنن بدون اینکه به دادگاه برن، بدون اینکه بخوان به اصطلاح هزینه زیادی بدن برای برسیدن به یک به اصطلاح توافقنامه‌ای که بین دو نفر که دعوا با هم دیگه دارن نوشته بشه. خانم دکتر من میدونم و اینجا همه چی رو شما زحمت کشیدین بر من گفتین، ولی میخوام که خودتون با ببیننده های عزیزمون بگین که تخصصتون و مدرک دکتریتون از کدوم دانشگاه گرفتین. میدونم که 20 سال تجربه دارین چون قبلا مهمون بودی توی برنامه من و از عزیزانی هستی که خیلی وقت شما رو میشناسم. لطف کنین برای بیننده های ما بگین. قبل از این اجازه بدین من به بیننده ها اینو توضیح بدم که خانم فاطمه لاهوتی عزیز در سال 2007 برنده جایزه اهدایی در زمینه رهبری اطلاعات در سراسر کالیفرنیا شدند. من یه بار تبریک گفتم، بازم به شما تبریک میگم و هر بار که شما رو ببینم بازم این مسئله رو به شما تبریک خواهم گفت که واقعا توی این زمینه باعث افتخار شدین برای بانوان ایرانی. مرسی. بفرمایید. من خیلی خوشحالم، بازم خیلی خوشحالم که این موقعیتی پیش اومده که کنار شما باشم و همینطور با بینندگان عزیزی صحبتی با هم دیگه داشته باشیم به طور خیلی ساده راجع به این مسئله، این مرحله‌ای که قانونی هستش راجبش صحبت بکنم. میدییشن یک مرحله، یک روش قانونی هستش که برای هر نوع اختلافی که دو تا شریک با هم دیگه دارن، کارمند و کارفرما، اگر اشکال با شرکت‌های بیمه هستش و مهمتر از همه اگر یه زن و شوهری که میخوان از هم دیگه جدا بشن میتونن از طریق میانجیگری و یا میدییشن که یک روش قانونی هستش و زیر پوشش
به اصطلاح دادگاه‌های کالیفرنیا قابل قبول هستش استفاده بکنن و این مرحله به اصطلاح طلاقشون رو به اتمام برسونن. من میتونم یه مقدار مثال بذارم برای اینکه چه فرقی هستش بین روش به اصطلاح میانجیگری و روش دادگاه. وقتی یه زن و شوهر میخوان از همدیگه جدا بشن، اختلاف دارن، اگر هر دوی اینا با یک میانجیگر، با یک میدییتر کار بکنن، از نظر وقتی که خب خیلی وقتشون به اصطلاح صرف دعوا و رفتن به دادگاه نمیشه. بله. از همه مهمتر اعصابه که شما وقتی از طریق دادگاه میخواین اقدام بکنید و جدا بشید، میدونید که شما دیگه تصمیم نمیگیری برای زندگیتون، برای املاکتون، برای بچه هاتون، برای جداییتون تصمیم نمیگیرید. تصمیمتون میفته دست وکلا یا میفته دست جاج، دست قاضی برای شما تصمیم میگیره. حالا اعصاب شما راحت تره وقتی از طریق یک میدییتر شما جدا میشی، به خاطری که تمام مثبت و منفی یک کار، این روشی که برای طلاق استفاده میشه همه دست خودتونه. یعنی زن و شوهر خودشون هستن که کمک میکنن با کمک یه میدییتر به یه توافق برسن. یه زن و شوهر وقتی که از طریق دادگاه از هم جدا میخوان بشن، تمام مراحلی که طی میکنن، تمام هزینه هایی که میدن، تمام رفتن و اومدهای به دادگاه، تمام دپوزیشن هایی که میرن، همه به خاطر چیه؟ که آخرش به یه ستلمنت اگریمنت، به یه توافق نامه برسن. درست. و اون ستلمنت اگریمنت باید تحویل دادگاه میشه. وقتی که جاج امضا میکنه به رکورد میشه و زن شوهر از هم جدا میشن. از طریق میدییشن وقتی که با یه میانجیگر یه زن شوهر کار میکنن، میدییتر با هر دوی اینا کار میکنه. اون توافق نامه رو با تکنیک هایی که ما بلد هستیم به اصطلاح بهشون کمک میکنیم، براشون مینویسیم، به دادگاه تحویل میدیم و دادگاه امضا میکنه، جاج امضا میکنه و طلاقشون صادر میشه. و در این حال هزینه‌ای که خرج برای جدایی زن و شوهر میشه از طریق میدییشن شاید بگم 1/10 هستش. یعنی مثلا اگر ممکنه $10,000 خرج کنن، از طریق میدییشن فقط ممکنه $1,000 خیلی هم اقتصادیه. چه خوب. به نظر من آقایون و خانوما حتی زمانی که دارن جدا میشن باید وضعیت اقتصادی رو خوب در نظر بگیرن. خانم دکتر، عقیده من همیشه همینه که توی طلاق خواه نخواه بچه ها صدمه میخورن. بله. اما حرف همیشه روی این هست که بچه ها صدمه میخورن، اما این درست نیست. این دو طرف هم هر کدوم به نحو خودش، چه مرد و چه زن، صدمات خودشون رو میخورن. بله. قبول داری؟ درست. پس من با نظر شما خیلی موافق هستم که عزیزان ما بیان پیش یک میانجیگر صحبتاشونو بکنن که تا اونجایی که امکان داره از نظر اقتصادی براشون هم خوب باشه، هم بچه ها صدمه کمتری بخورن و خود این همین پدر و مادر، چون این بالاخره این آقا و این خانم یک مدت طولانی رو میخوان زندگی کنن. دلیل نیست که اگر دو نفر از هم دیگه جدا شدن دیگه زندگی نیست و همچین نابود بشه. دقیقاً. برای که شما وقتی پدر مادر هستین تا آخر عمرت پدر مادر هستین. بله. ولی وقتی که جدا میشین، طلاق میگیرید، درسته دیگه همسر هم دیگه نیستید، ولی پدر و مادری تموم نمیشه. یعنی آدم تا وقتی که زنده است پدر و مادره. و شما اگر بتونید این رابطه رو، به هر حال طلاق و جدایی صدمه میزنه به بچه ها. بله. ولی اگه تا اونجایی که میشه این صدمه رو کمتر کرد، چون شما مجسم کنید وقتی یه زن و شوهری از طریق دادگاه میخوان جدا بشن، بله. اینقدر حرف و
اینقدر عصبانیت و اینقدر استرس روی اینا درست. هستش که به هم حرفای بد میزنن و واقعا هم از روی عصبانیت، یعنی واقعا هیچ قصدی ندارن که 100%. همدیگر رو برنجونن. چون شما میبینی وقتی که تموم میشه بعد چند سال میگن ما چرا مثلا اینقدر پول خرج کردیم، اینقدر بله. به همدیگه توهین کردیم، بچه هامون صدمه دادن، در صورتی که میشه خیلی دوستانه. بله. و یکی از خاصیت‌هایی که این میانجیگری داره و اینه که تمام حرفایی که زده میشه بین زن و شوهر با میانجیگر همه محرمانه میمونه و به هیچ عنوان هیچ حرفی افشا نمیشه. چون میدونی شما الان میبینید که مثلا حتی سلبریتی ها وقتی جدا میشن دو نوع هستش. یه جور هست طلاق میگیرن که توی دادگاه با هم میجنگن و همه این چیزا توی اینترنت و خیلی تمام خبراش همه جا هست و چقدر پول دارن، چه کار میکنن، چقدر قسمت کردن، کدوم پراپرتی کی برمیداره. ولی خیلی هم هستن زوجایی هستن که بازم سلبریتیه یا معمولیه، از طریق میانجیگری که جدا میشن دیگه این چیزا رو نداره، تمامش محرمانه و خیلی خوبه و باید واقعا میگم خانم دکتر عقیده شخصی من اینه که زندگی هر کس متعلق به خودونه و حتی مسائل ریز و کوچیک هم نباید راه پیدا کنه به بیرون. برای چی؟ من اتفاقا امروز با یکی از دوستام صحبت میکردم، گفتم که شما زن و شوهرین، شما دعوا میکنین بعد با هم آشتی میکنین، ولی من شنونده یادم نمیره شما به هم دیگه چی گفتین. دقیقاً. قبول دارین؟ و نه تنها اون، شما ببینید وقتی که یه زن یه مرد با هم دیگه دارن میجنگن، وکیل دارن، وکلا از این مسئله‌ای که حرفایی که محرمانه زده میشه میتونن استفاده کنن، پرونده رو برای طرف مقابل خیلی سنگین‌تر بکنن. و واقعا آخرش دادگاه خب کارش رو انجام میده، وکلا هم به هر حال دنبال کارشون میرن، اون زن و مردن میمونن با بچه ها با یه مقدار دل شکسته، ناراحتی و پشیمونی که چرا این مرحله رو با این مسئله کردیم. آره. اصلا قشنگ نیست. باید واقعا رعایت بشه، به خصوص تو مسئله طلاق واقعا رعایت بشه که حیثیت همدیگر رو جلوی دیگران آدم نبره. بله. بالاخره یک زن و مرد به اجبار و کتک با هم ازدواج نگردن. دقیقاً. یعنی واقعا عکس عروسی و آلبوم عروسیشون رو یه نگاهی بکنن میبینن که یه زمانی همدیگر رو دوست داشتن، منتها ممکنه خیلی مسائل باعث بشه که دیگه با هم نتونن زندگی کنن. ولی زمانی که شما بچه داری دیگه بچه ها اونا یه حق زندگی دارن و نمیشه بیشتر از این. من یه چیز دیگه هم یادم رفت جواب یه سوالتون رو بدم که شما من گفتید که تخصص و اینا رو، من دانشگاه حقوق رو تموم کردم و تخصصم هم از دانشگاه UCLA توی میدییشن گرفتم و همینطور از لویولا لاسکول دانشگاه حقوق لویولا توی لس آنجلس تخصصمو گرفتم و الان مدت بیشتر از 10 ساله که دارم کار میکنم. عضو دادگاه لس آنجلس، میانجیگر دادگاه لس آنجلس هستم و حدود بیشتر از 30 سال 35 سالم هست که از ایران خارج شدم. یعنی که از شما توی این شلوغ پلوغیایی که ما دیدیم و اینا ندیدیم؟ نه نبودم. ما اومدیم اینا. اینو میگن بچه زرنگ دیگه. کسی که میتونه، چون خانم دکتر من میدونم که شما در رشته های دیگه هم فوق لیسانس و لیسانس گرفتین و حتی رشته ساختمانیتون اینا خبر دارم.